10 تا میکاپ یلدایی تا شب یلدا. من میخوام بهتون 10 تا میکاپ خوشگل یلدایی یاد بدم که تو شب یلدا بدرخشی. اگه فالوم نداری حتما فالوم کن که کلی ویدیوهای خوشگل قراره براتون بذارم و همینطور کلی ترفندای عالی تو پیجم هست که حتما به دردت میخوره. حالا بزنیم با هم دیگه بریم این میکاپو یاد بگیریم که چقدر آسونه. اول از همه از یک کرم مرطوب کننده یا آبرسان دور چشم استفاده کن. از یک کانسیلر رنگ روشن برای پشت پلک. خوب بلندش کن. با یه پودر فیکس یا پنکیک پشت پلکتو خشکش کن. دو طرف پلکتو چسب بزن. از یه براش ترتخت و رنگ قرمز میگیریم، به سمت پایین نگاه میکنیم و دقیقاً بن موجه به سمت بالا رو خیلی نازک از رنگ قرمز استفاده میکنیم. با یه براش فید خط چشم میکشیدیم و فید میکنیم رو به بالا، اما خیلی آروم. با استفاده از همین براش و رنگ گلبه‌ای تا کریسمون رو پررنگ میکنیم. با این قسمت کاملا با هم فیدش میکنیم. با استفاده از رنگ سبز این قسمت داخلی چشمو سبز میکنیم. دوباره از همون سایه قرمز به گوشه های پلکمون میزنیم. از یک سایه شایندار فقط اون قسمتی که سبز هست میزنیم. و حالا میریم سراغ خط چشم. یه خط چشم نیمه میکشیم به قسمت داخلی. حالا چسبا رو درش میاریم. میریم سراغ میکاپ پوستمون. اگه دوست داری ببینی میکاپ پوستو توی ویدیوی دیگه براتون میذارم. حالا میریم سراغ زیر چشم. از یه سایه سفید برای زیر چشممون استفاده میکنیم. از یه مداد قرمز برای توی چشممون فقط این قسمت و قسمت جلویی. وسط چشممون رو مداد سفید میکشیم. با براش فیدمون و رنگ گلبه‌ای زیر چشممون رو کامل این وسط سایه میزنیم. حالا پروپیمون ریمل میزنیم. پایین پلکمون هم خیلی کم ریمل میزنیم. حالا بریم سراغ لب. تموم شد. من که عاشق شدم. شما چطور؟ حتما لایک کن، شیر کن واسه دوستایی که نمیدونن تو شب یلدا چطور باید آرایش کنن. ماچ بهتون.